سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام بهتون آموزش بدم چطوری روی تلویزیون توشیبا Z770 VPN نصب کنید. برای این کار نیازه که اول تاریخ و ساعت تلویزیونتون تنظیم باشه. ترجیحاً اکانت گوگل پلی هم روی تلویزیون ست باشه. خب ابتدا بایستی هات اسپات گوشی رو روشن کنیم و اینترنت بدون فیلتر رو واسه تلویزیون به اشتراک بذاریم. برای این کار نیازه که برنامه MPV تانل رو دانلود و نصب کنیم و اشتراک VPN رو روی اون ست کنیم. بعد از طریق همون برنامه اینترنت رو به تلویزیون شیر کنیم. به وای فای گوشی وصل میشیم. خب حالا وارد برنامه میشیم. کانفیگ مورد نظر رو انتخاب میکنیم. خب وقتی که کانکت شد ما به این کد نیاز داریم: HTTP پروکسی. خب به تنظیمات وای فای تلویزیون برمیگردیم. از قسمت پراکسی ستینگ روی گزینه دوم قرار میدیم. پیش‌فرضش اینجاست. گزینه دوم قرار میدیم. حالا این کدایی که اینجا واسمون نوشته بود تو قسمت پروکسی می نویسیم. پروکسی، اینم پروکسی پورت. حالا من از قبل نوشتم که ویدیو طولانی نشه. قسمت بایپس رو چیزی نیاز نیست بنویسیم. خب حالا میبینید که گوگل پلی باز میشه و شما میتونید برنامه‌های مختلف رو روی تلویزیون نصب کنید. خب حالا واسه نصب فیلتر شکن از طریق USB نیازه که ابتدا فایل منیجر رو دانلود کنید. ترجیحاً فایل منیجر پلاس برای این کار خیلی عالیه. خب بعد از اینکه فایل منیجر رو دانلود و نصب کردیم، فیلتر شکن مورد نظر رو روی USB می‌ریزیم و USB رو به تلویزیون وصل می‌کنیم. حالا وارد فایل منیجر میشیم. USB درایو، به راحتی فیلتر شکن رو نصب می‌کنیم. خب برنامه هایی که اینجوری نصب میشن تو قسمت اپس ظاهر نمیشن. برای این کار نیازه که برنامه اپس منیجر رو از گوگل پلی دانلود و نصب کنید. بعد با یه تیک ساده برنامه مورد نظر به هوم شما اضافه میشه. خب الان من به مودم وصلم. خب اینی که VPN روشن شد. گوگل پلی، یوتیوب،
میذارم کیفیت 1080. Games, there is no shortage of options for people to choose from. However, one form of entertainment that has been gaining immense popularity in recent years is high-quality demo videos. Demo videos are short. خب امیدوارم که این آموزش به کارتون بیاد. موفق و پیروز باشید.